سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت من الله. خواهرتان از تاجیکستان میخواستم از برنامه بسیار خوب و آموزندهتان تشکری بیان کنم و از تمام استادان بزرگوار این شبکه میخواستم منتداری خود را بیان کنم و اول خصوص از استاد بزرگوارم فضل الله سلیمانی که همیشه برنامه خوبی سخنی قرآن کریم و حفظ قرآن کریم را من و عائله‌ام پیگیری میکنیم. الله مهربان جزای خیرتون ده به همه شما استادان بزرگوار و از شما استادان بزرگوار حضور میپرسم و بخشش میپرسم از تمام بینندگان که ما را تحمل میکنید و چقدر زیبا خوش به حالتان که قدر صبر دارید، قدر تحمل میکنید ما را. الله مهربان جزای خیرتون دهد و از استاد بزرگوارم محمد انصاری خواهشی داشتم استاد اگر علاجش باشد همان آخوندهای کله کلانی کله کدورا التماس خواهش دارم التماس نگذاره دیگر همان کلیپ هایشان را ما مونده شدیم و از دست آنها بسیار خسته شدیم. این چی صحبتی است که آنها میکنن هم اگر انسان نیستن آنها شاید انسان هم به شکل انسان هم ولی شیطان هم و استاد خوب زیبا بود اون ماه مبارکی رمضان که ما از اذیت و آزار اینها امین بودیم و چقدر زیباست اگر آنها را نمانید. من میتونم شما را که با سبب اینها را ماندن بسیار انسان ها خوب را از بد سر میکنم ولی ما مجبور میشیم که تلویزیون را خاموش کنیم هنگامی که این آخوندهای بی سواد را میگذاریم و مرا بخشید برای صحبت های استاد بزرگوار و از همه شما استادان بزرگوار منتدار هستیم و الله مهربان جزای خیرتان دهد سعادت دنیا آخرت و نصیبتان گرداند پاداش نیک نصیبتان گرداند و اللهم پروردگار مهربان خوانم که سپی شما را زیاد گرداند و امیدوار دعای شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این خواهر عزیز. در مورد کلیپ ها همونطوری که خودتون اشاره کردید یکی از اهداف شبکه جانی وصال حق شناساندن چهره واقعی این آخوندهای دین فروش به شیعیان و به اهل سنت است. اینایی که سالها فریب دادن به نام وحدت و به نام نمیدونم وهابیت و به نام فلان که ما با اهل سنت مشکلی نداریم و ما مشکلمون با وهابیت است و ثانیاً اونها شروع کردن، اونها شبکه هاشون اول شروع کردن بر علیه اهل سنت و اعتقادات اهل سنت و در مورد صحابه و اهل بیت و این نتیجه اعمالی است که خودشون انجام دادن و ان شاء الله ما سعی خواهیم کرد که به امید الله سبحانه و تعالی برنامه هامون رو بیشتر بکنیم، کلیپ های آموزنده باشه در راستای بیان اعتقادات دین مبین اسلام و یک اشارتی هم بدم که تقریبا شاید بیش از 200-300 آیات انتخاب شده از قرآن کریم در مورد مسائل اعتقادی، در مورد مسائل اخلاقی در ضمن برنامه زلال وحی انشالله دوستانمون دارن روش کار میکنن که در لابلای پخش این کلیپ ها از این آیات هم استفاده بشه و پخش بشه تا اون اثر منفی که چهره های منحوس این آخوندها میگذاره در بینندگان رو برطرف بکنه.